بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. ولادت با سعادت امیرالمومنین رو تبریک میگم خدمت شما و خدمت باباهای عزیز. امیدوارم که انشالله تو این ایام سخت اقتصادی باباها این همه فشار رو تحمل میکنن، ما هم قدرشون رو بیشتر بدونیم. پیامبر فرمودن که هر کسی 3 تا پدر داره: پدری که باعث به دنیا آمدنش شده، پدری که علم و دانش بهش یاد داده و پدری که بعداً اون رو به ازدواج در میاره، یعنی حاضر مثلا دخترش رو در اختیار او قرار بده، یا برای خانم ها مثلا آقا پسرش رو در اختیار او قرار بده. چقدر خوبه که ما قدر باباهامون رو بدونیم و بیشتر دستبوسشون باشیم و تا هستن هواشون داشته باشیم. باباها باید دیده بشن، باباها باید زحمتاشون تقدیر بشه ازشون. امیدوارم که انشالله باباهاتون در صحت و سلامت کامل باشن و سایه‌شون بالا سرتون باشه و تا هستن از بودنشون لذت ببرید. ولادت امیرالمومنین رو باز هم تبریک میگم. بیایم بریم زیر سایه امیرالمومنین تا از وسوسه‌های شیطان در امان باشیم. یا حق. خدا نگهدار.